أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه ابو داود. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستید از نعمت صحت برخوردار باشید و الله کریم همه نعمتهای مادی و معنوی را به شما عطا کند. لحظاتی که در خدمتتان قرار دارم راجع به روش تربیت فرزندان صحبت میکنیم که فرزندان اینا امانت الهی هستند و در امانت پروردگار ما نباید خیانت کنیم. شیوه ها و روشهایی که شریعت برای رشد و تکامل فرزندمان برای ما دست نشانی کرده و سفارش کرده، از او شیوه ها باید استفاده کنیم. ان شاء الله فرزندان صالح و فرزندان سالم و فرزندانی که به درد پدر و مادر هم میخوره و به درد جامعه هم میخوره و جهان را به سمت و سوی سعادت و سربلندی و سرفرازی میتوانه که سوق دهند. از جمله اسبابی که ما میتوانیم به او سبب و به او ذریعه فرزند خوبی تربیه کنیم، فرزند صالح تربیه کنیم، یک فرزند مفید تربیه کنیم، در قدم اول باید که کتاب خدا را برش درس بدیم. مسلمانان صدر اسلام توانستند که آنها از جبل آلب تا به سور چین زعامت و رهبری جهان را از آن خود کنند. آنها فرزندان خوبی تربیه کردن و فرزندان خوبی را به جامعه تقدیم کردن. چگونه؟ ابن خلدون یکی از جمله مورخای مشهور از جمله جامعه شناسی بزرگ جهان اسلام است. او میگه در آغاز در مسلمانای صدر اسلام توجه و تمرکز بیشتری سر علم قرآن داشتن. اطفال با قرآن آشنا بودن، دخترها و پسرها با قرآن آشنا بودن، چون این قرآن انسان میسازه. سلام، مریم هستم از کابل. درباره خوابی که دیدم، تعبیر خواب در تعبیر خواب میاد که ما خواب دیدیم که تماس خواهرمون قطع شد. خب قرآن کریم انسان میسازه. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرموده الله کریم به ذریعه قرآن ده مردم را بلند میکنه. پسر گمنام را نامور میسازه، دختر گمنام را و پیش پا افتاده را به اوج عزت و عفت و قدرت میرسانه. بزرگترین فیلسوف و بزرگترین دانشمند حتی از نظر غرب ابن سینا بلخی هست. ابن سینا بلخی کتابی که نوشته کرده به نام القانون تا 4 سال در اکادمی علمی اروپا تدریس شد و پایه های طب مدرن را ابن سینا پیریزی کرده و این در عمر 15 سالگی یا 16 سالگی مرض انگلستوم کشف کرد. بزرگترین فیلسوف. وقتی از این پرسان میشه که رمز موفقیت چی هست، چگونه پیروز شدی، چگونه به یک دانشمند جهانی تبدیل شدی، حضرت فرمودن که یک آیت مرا به این مقام رسانده و جعلناکم امتا وسطا.
بله، این قرآن وقتی که به صورت درست تدریس شود، فرزندان ما نسبت به کتاب خدای متعال فهم حاصل کنند، باز اونا ابن سینای قرن 23 می شوند. آنهایی که در مکتب قرآن تربیه شدن خودشان به عنوان مکاتب تربیوی شناخته می شوند. وقتی به قدرت می رسند، دنیا روزهای خوبی را، ایام و شبهای خوبی را وقتی می بینه که فرزندان تربیت یافته مکتب قرآن چوکه و کرسی را تصاحب می کنند. حضرت عمر ابن عبدالعزیز تربیت یافته مکتب قرآن است. وقتی به قدرت می رسه، در جهان اسلام هیچ کس مستحق زکات یافت نشد. بله، پدر بزرگوار، مادر محترمه، اگر میخوای که فرزند خوبی تربیه کنی، فرزندت را با کتاب خدا تربیه کن. با کتاب خدا. توصیه ابن سینا هم امین است که وقتی اطفال شما از لحاظ ذهنی آماده درس خواندن و یاد گرفتن میشه، قبل از همه تعلقش با کتاب خدا برقرار شد. کتاب خدا را برش درس بدی. وقتی کتاب خدا در زندگیش تأثیر گذاشت، این میتونه که در دنیا تأثیر بگذاره. محمد ابن الواسع تربیت یافته مکتب قرآن در ماوراه نر، در بخارا، در سمرقند اینجا جهاد میکردن. مجاهد بود، نه اسیر نفس، نه اسیر شکم، بلکه به خاطر اقامه نظام عدل انصاف سرش در دستش بود. وقتی که سپاه اسلام آماده میشه، از این طرف سپاه اسلام، از اون طرف سپاه کفر، قتیبه ابن مسلم به کسی وظیفه میده که برو ببین در مسجد کسی نمانده. این شخص میاد که محمد ابن الواسع جوانی که تا حال ریشش تکمیل نشده، تازه ریشش برآمده، دستایش را بلند کرده و دعا میکنه. برمیگرده به امیر مجاهدین، به سپاسالار جهاد و مقاومت قتیبه باهلی میگوید که در مسجد تنها محمد ابن واسع او هم در حال دعا، دستایش را بلند کرده و دعا میکرد. حضرت قتیبه باهلی امیر مجاهدین گفت که این دو تا دست محمد ابن واسع به نزد ما از 30,000 سرباز اسب سوار کرده هم پسندتر است. ولی وقتی که این دو تا دست این جوان بلند میشد، پیروزی را خدا و مسلمانان نصیب میکرد. وقتی قتیبه باهلی این جوان را در صف مجاهدین میدید، برای مجاهدین تبریکی پیروزی را میداد که امروز شما پیروز میشی، امروز شما پیروز میشی. کی بودی؟ جوانی که در مکتب قرآن تربیه شد، هیچگاه به فساد اخلاقی رو نیاورد تا دم مرگ. قوی حرکت کرد و صادقانه در مسیر زندگی قدم گذاشت. لحظات آخر، لحظاتی که آخرین نفسهای خود میکشید، چشم به آسمان دوخت و گفت مرحبا بملائکت ربی، گفت ملائکای پروردگارم خوش آمدید، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا. اینا کسایی بودن که در مکتب قرآن تربیه شده بودند. امروز فرزندایتان را، مادران و پدران بزرگوار، با قرآن آشنا بسازید. بله، شهید از سمنگان بفرمایید. بله. مانده نباشین، بفرمایید خارج. مولوی صاحب گفتم دست زیاد تشویش و غم و زیاد چیز داشتم، مثلا استرس و دیگر خونی زیاد. کدام دعا را بخوانم، کدام نفل بخوانم، چی وقت دعا کنه که آدم خداوند قبول کنه. زیاد دعا میکنم، نفل میخوانم، تهجد میخوانم، صلات حاجات میخوانم. هیچ خداوند در این مشکل من رفت نمیکنه، هیچ دیگر خونی من کم نمیشه. تا روزم دیگر خونی دارم. خب
شما از طریق تلویزیون جوابتون بگیریم خواهر گل. یک دو آیه صحیح و یک درستان برای مجلس کنیم که ما بخانم مرایه نفل باشه. صحیح خداوند مجلسی مرا معاف کنه. صحیح. ببینین به خاطر حل مشکل ما به الله رو بیاریم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیب. نسخه را پروردگار من داده. هر که عمل نیک کند، مرد باشد یا زن، مؤمن چی مرد باشد یا چی زن، که وقتی به عمل صالح رو آورد فلنحيينه حیاة طیب، الله کریم فرموده حیاتی پاک برش نصیب میکنه. خواهر گل، تو به عبادتت، به ریاضتت، به تهجدت، به دعاهات ادامه بدی، حتما گریه مشکل دوا میشه، حتما درد تو درمان میشه. گفتای الله حق است. هیچگاه از خدایت ناامید نشو. للذین احسنوا الحسنى پیامی پروردگار است. آنهایی که نیکی میکنن برشان حالت نیک است، حالت خوب الله براتان نصیب میکنه. درست یک مدتی ممکن استرس داشته باشین، دلتنگی داشته باشین، پریشانی داشته باشین، ولی شما ناامید نشوین. درود زیاد بخونین، اللهم صل علی، اللهم بارک به کثرت بخونین، استغفر الله به کثرت بخونین. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضیق مخرجا. هر کی به کثرت استغفار میخوانه، از هر مشکل راه بیرون رفت الله برش پیدا میکنه. و دعا زیاد کنین، خصوصا بعد از اذان، بعد از نمازهای فرض و در قسمت آخر شب وقتی که نماز تهجد میخونین دعا کنین، دعایتان قبول میشه. نسبت به خدایتان گمان بد نداشته باشین. انا عند ظن عبدی بی، با الله گمان نیک داشته باش و در انتظار گشایش مشکلت باش و در انتظار یک آینده روشن باش. ان شاء الله مشکل شما را خدا حل میکنه. و الله کریم هر خواهر و هر برادری ما که دچار چنین مشکلات هست، الله کریم به لطف و کرمش آنها را مشکلاتشان را حل بفرماید. بله شنوندگان عزیز، یکی از روش‌های تربیت فرزند تربیت با کتاب خدا هست. حالا خواهر گل، برادر محترم، 12 سال پسری تو مکتب خواند، 4 سال پانتون خواند و در لابلای درسایش دروازه چند تا کورس هم باز کرد و پول گزافی را در این مسیر مصرف کرد. تو از خود بپرس که این پسری تو آیا یک بار ترجمه قرآن را از ابتدا تا به انتها کرد؟ از این میگذاریم. امی پسر 12 پاس و 16 پاس و 14 پاس پرسان که الحمد شریفه با ترجمه یاد داره؟ جواب مثبت نیست، منفی هست. پس چرا ما خار شدیم؟ چرا ما ذلیل شدیم؟ چون چیزی که فرزندان ما را می ساخت و ما را به عزت می رساند، ما او را فراموش کردیم. کتاب الله را بخوانیم، نسبت به کتاب پروردگار بی تفاوت نباشیم. هارون رشید، کسی که با نصف دنیا حکومت میکرد، روز پارچه ابر از بالای سرش رد میشه و پارچه ابر میگه برو هر جایی که میباره ببار، ولی محصولات و سرزمین در بیت المال مسلمان ها سرازیر میشه. به اوج قدرت رسیده بود، چون در خانه هارون رشید 100 تا کنیز بود، 100 تا کنیز همه حافظه قرآن. همسرشان به زبیده برشان وظیفه داده بود که در خانه ما 1 دقیقه نباید که صدای قرآن خاموش باشه. 100 کنیز با نوبه باید در خانه قرآن بخوانند. لذا الله قدرت برش داد. هارون رشید دست پسرش را گرفت، به نزد عالمی در وقت به نام احمد برد. گفت احمد، میفهمی خلیفه مسلمان ها گوشه جیگری خود به تو تسلیم کرده، گوشه جیگرم را سپرد تو کردم، به تو حواله کردم. تو باید به پسر ما قرآن درس بدی، احادیث درس بدی و زندگی نامه گذشتگان درس بدی. بله شبانه از کابل بفرمایید خواهر گل.
بله. سلام علیکم مولا صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. یعنی مرده که میمره میگن این مرده زیاد نرم است در هم وجود از این ویخم تحقیق نرم خمیر شدگی میباشم با این هفت چهارشنبه همتون از چوب در پولی قبلی گفتنی همین چه قسم حکم داره؟ خواهر گل، این گپا همه خرافات است، اساس شرعی نداره. از این گپای بیده خرافی مسلمان باید پرهیز کنه. چوب خشک آیا میتونه که وجود از او را قوت ببخشه؟ عقل سلیمی را نمیپذیره، چی رسد به شریعت؟ لذا از این چیزا باید پرهیز شود. دوم روشی که ما فرزندان خدا میتوانیم که فرزندان صالح تربیه کنیم و فرزندان با دیانت تربیه کنیم، قهرمان تربیه کنیم، شجاع تربیه کنیم، آن است که ما فرزندایمان را با احادیث پیامبر صلی الله علیه و آشنا بسازیم. با حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرزند تو باید آشنا شود. وقتی که فرزند تو با احادیث رسول خدا آشنا شد، او در واقع با افکار پیامبر آشنا شده، او با فکر رسول خدا تربیه شده و کسی که با فکر رسول خدا تربیه شود او شکست نمیخوره، او در لذایذ زودگذر دنیا ذوب نمیشه، او به وساوس شیطانی تن نمیده، او باعث بدبختی دیگران نمیشه، بلکه باعث اصلاح و هدایت لکا و هزارا انسان میشه. بگونه مثال، شاید که نامی ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه شنیده باشید. فرزندی که آسیا به وجودش میبالد، فرزندی که این سرزمین به وجودش میبالد، فرزندی که صفحات تاریخ به وجود به نامیش میبالد. چگونه به این مقام رسید؟ دست پدرجان پشت سر موفقیت های ابراهیم ابن ادهم بود. ابراهیم ابن ادهم وقتی کودک است، پدر برش میگه پسرم اگر تو یک حدیث رسول خدا را حفظ کردی 1 درهم به تو میدم، اگر 2 حدیث حفظ کردی 2 درهم به تو میدم. تصور کن، کودکان پیسه را بسیار دوست دارن، عاشق پیسه است. تصور کن که این کودک روزانه چند حدیث حفظ میکرد. با 1 درهم جایزه ای که پدرجان برش وعده میکنه، این کودک به ابراهیم ابن ادهم تبدیل میشه، به یک مرشد تبدیل میشه. برادری بزرگوار، مادر محترمه، تو هم این کار را باید کنی. به اولادت بگو بچه مگر 1 حدیث پیغمبر را یاد کردی 10 افغانی برات میتم، پیسه برات میتم، جایزه برات میتم. روزی بچگکم باری اول به مسجد رفت، من گفتم بچیم که 1 صفحه قاعده بغدادی را که خواندی 1 دقیقه برات میتم. که آمد خود 3 حرف یاد کرده بود، الف با تا. گفت پدر بشنو، الف با تا بته درپا. گفتم بگی بچیم درپا. بله جایزه برشان بتین، جایزه بتی، با خواندن قرآن و علاقمند شو. بله خاطر است خار بفرمایین خواهر گل. سلام علیکم مولا صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب مولا صاحب، بخیر هستید؟ مانده نباشین، بفرمایین خواهر گل. مولا صاحب یک چیز بیان زاده ما شوهرش طلاق داده. خب چه طلاق داده؟ خیلی طلاق داده، خودش زنگ کرد، پدری بخار جمع کرده آورده. الله اصغر تابستانش که گفته که بعد نه خانم رو میگیرم. خب الله زامی رو چه خواهد شما یک چی بودیم یک شریعت کتاب جباره. خب یک سوال دیگم چه است؟ فرار کدوم که دختر 2 بچه داره. خب 2 بچه، یک دختر مرض شده، 2 دختر بیاخ کرده. حالا من خودمان هیچ مشکل بونه خدا نخواستم حق پدر نکردم، اما بیادر کارانم کل هم زحمت ظلم در حق نکردیم. خب چه خواهد کنیم مولا صاحب؟ یعنی شما را از حق محروم کرده؟ هم بخورم کرده. خب شما از طریق تلویزیون جوابتون بگیرید. پناه به خدا. خواهر گل، ما در شریعت 3 نوع طلاق داریم. یکی طلاق رجعی داریم،
دیگر طلاق باین داریم، دیگر طلاق مغلظ داریم. طلاق رجعی رفته میشه که مرد به زن خود گفت طلاق، یک طلاق گفت اجازه رجوع داره، دو طلاق گفت اجازه رجوع داره، که سه طلاق گفت اینجا طلاق مغلظ میشه. دیگر امکان نداره که این مرد با زن رجوع کنه مگر که این زن شوهر دوم کنه، شوهر دومگی وفات شوه یا شوهر دومگی این زن را طلاق بده. در غیر این صورت اگر با این زن رجوع میکنه و ازدواج میکنه برش حرام است، اجازه نیست. پدر که دختر را یا پسری را از حقش محروم میکند جرم بسیار بزرگ است. در حدیث آمده ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الاجل فيضران في الوصية فيجيب لهم النار. یعنی یک مرد یا یک زن 60 سال عبادت میکنه، 60 سال نماز، ذکر، بندگی، ولی در وقتی جان کندن، در آخرین لحظاتی که نفسهای خود میکشه، در حق یکی از وارثا خیانت میکنه، یکی از مال میراث محروم میکنه. ای از بچه‌ام و از دخترم و از نواسیم، نبی علیه الصلاة والسلام میکنه که دوزخ بالایشان واجب شد. یعنی هر پدر، هر مادری که دختری خدا یا پسری خدا از حق میراث محروم میکنه، خدای متعال این پدر و این مادر از جنت محروم میکنه. لذا این بدبختی در این کشور است. الله رحم بفرماید. همه زندگی را به پای نواسه نوشته میکنم، دخترای خدا محروم میکنه. از خدا بترس ها پدر، پیش خدا رفتنی هستی، به دادگاه عدل الهی کشانده میشی. دیگه دیگرها بجوشم اما گوری تو بسوزم. چرا؟ در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. برای دیگرها کار نکن، برای خود کار کن. این گناه است. خواه به هر لحاظ شنوندگان و بینندگان محترم، فرزندانتان را با احادیث پیامبر خدا تربیت کنین و الحمدلله امروز نسل جوان ما با حدیث رو آورده. تقریبا پیش ما بالاتر از 200 تا جوان حدیث میخوانند، حدیث حفظ میکنن. حتی برخی ها 1000 حدیث حفظ کرده. الحمدلله ثم الحمدلله. حتی دخترها شاگردایی داریم ما که 1000 حدیث حافظ است. نگین از کابل بفرمین خواهر گل. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشین. زنده باشی. مولوی صاحب یک سوال داشتم. من 10 سال است بوده. 10 سال است قلیب انصاف دارم. دیگه حتی چند دفعه پاکستان رفتم و بسیار دوا خوردم. حالا دمی آخر دوا برم دکتر داره، دوای خو میخورم. دیگه 4 ماه میشه. دیگه دم 3 ماه خوب بودم، حالا دیگه 1 ماه آخر که دوا برم داده بسیار زیاد دیگه دوای سنگین است، به خاطر که تو چندین سال است هیچ خو ندارم بدون دوای خو. حالا که برم به خاطر که اعصابم آرام باشه، از طرف صبح نمیتونم که نماز صبح تو میخوزم، احساس دلبری میکنم هر روز. اینم تقریبا 2 هفته شده که من نماز میخوانم، خلوتی میخوانم. این حکم از چی است میشه که این مورد به ما یکم روشنی بسید، معلومات بسید. این شما در خواب میبانین؟ خواب دوا میخورم، دوای یک با میشه که دوای زیاد خریسته. به خاطر تو دوایی که برم دوای خواب داده بسید سرم تاثیر نکرد. بسیار زیاد دیگه دوا میخورم، تداوی رو به حد کردیم، عملای زیاد است. بازار که دوا میخورم صبحی خواب میبرم که میخیزم سرم دور میخورم، هیچ نمیتونم، احساس دلبری میکنم. با صبح که میخیزم طرفای 8 بجه نماز رو میخوانم، زیاد نمیشم، 1 ماه میشه. این حال تا که دوایم خلاص شد در 2 ماه دوا داره. این رو من چطور کنم که قسم دیگه میشه در این مورد برم روشنی بسید. خواه تشکر از شما. خدا حافظ. خدا اصل قضیه خواهر گل ای است که مسئله نماز باید بسیار 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 مسلمان ها متوجه باشند که هر آنچه که باعث غفلت میشه، هر آن چیزی که انسان را از نماز دور میداره، از او باید پرهیز شود. که شما دوا میخورین، ممکن همین دوا عوارض جانبی داشته باشه، شما را حالتتان از بد بدتر کنه، ولی از طریق نماز یک درد نی که صداها درد درمان میشه. کوشش کنین تا حدی که توان است نمازتان بخوانین. از این تابلت ها بس خسته شدین، الهش بتین، سر در آستانه رحمت الله بگذار.
که خدایا درست است که شریعت تداوی را مشروع قرار داده و اجازه داده، تداوی کردم، به نزد طبیبا و دکترها رفتم، همه عاجز هستن، داروها به نتیجه مانده، دکتر عاجز شده. حالا من به سوی ذات عالی تو آمدم، تو مرا شفا بدی. ما برات میگم خواهر گل که اگر تو در این دعا صادق باشی، دیگر چیزی را به نام تکلیف اعصاب و چیزی را به نام استرس و دلتنگی نمیشناسی. به این خاطر تعلقتان با خدا قوی باشه. نماز کوشش کنین که تا حدی میتوانین نماز از وقت قضا نکنین. اگر در صورتی که انسان مریض است، بالاش فشار است، نماز خوانده نمیتونه، باز این شرعاً معذور است، گناهگار نمیشه. ولی شما این عذر شما یعنی خودتان این کار میکنین، میفهمین که من دوا بخورم به نماز بلند شده نمیتونم. خیر، به خاطر صحتتان، دینتان را، نمازتان را و خدایتان را متوجه باشین که صحت برات ارزش نداره، نماز باید ارزش داشته باشه، رضای خدا برات ارزش داشته باشه. و ان شاء الله الله متعال شما را شفا میده. خدای متعال شما را شفای کامل عاجل، همه خواهرای ما را شفای کامل عاجل نصیب بفرماید که تا از امراضی که تقریبا لا علاج است الله متعال شفایشان نصیب بفرماید. بله مولانا از کابل بفرمایید برادر عزیز. بله باره چی؟ نفهمیدم، سوالتون درست نگرفتم. بله 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 بفرمایید. خب 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 یعنی پدر مادر شما را اجازه نمیتن؟ بله نمیتونم. میخوام پیش مادر میره بتونم که در گناه کنم. خب برادر عزیز، رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودن رضا ربی فی رضا الوالد. خب ان شاء الله وقفه داریم، بعد از وقفه شما منتظر باشین، جوابتان ان شاء الله پاس خواهم داد. سلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان محترم، خوش آمدید به برنامه. برادرمان سوال کرد که بدون اجازه پدر به جای رفتم آیا شرعاً جایز است یا ناجایز؟ بله، بدون اجازه پدر و مادر شما نباید کاری کنین. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودن رضا ربی فی رضا الوالد، رضای الله در رضای پدر و مادر است. وقتی شما رضای پدر و مادر را به دست آوردین، خدا در عرش از شما راضی شد. زمانی که خدا در عرش از شما راضی شد، شما در زمین دچار مشکلات نمیشین، در زندگیتان دچار نارضایتی نمیشین. چرا امروز ما پریشان هستیم؟ چرا امروز ما سرگردان هستیم؟ چرا زن از شوهر ناراض، شوهر از زن، پسر از دختر، مادر از پسر از مادر، دختر از مادر، دوست از دوست، شریک از شریک؟ چرا این نارضایتی؟ علتش این است که الله ناراض است. وقتی شما الله را راضی کردین، ان شاء الله همه درها را الله برایتان باز میکنه. لذا پسرها و دخترها کوشش کنن که پدر و مادر خدا راضی کنن و به امورشان رسیدگی کنن و خدمت پدر و مادر و اطاعت پدر و مادر را عبادت بزرگی باید بدانن. مقدس از بلخ بفرمایین خواهر گل. بله بله. و علیکم السلام و رحمت الله. مولوی صاحب 42 سال عمر دارم، وقتی که کوچک خلاصه بگویم 42 سال عمر دارم. ما دو خوار بیادرم هم دعوام فوت شده و یک شیام بوده شهید شده.
ما که 10 سال شده پدر جانم فوت شده والده به مادر ما دیگه که ما از مو تسلیت ما را میگفت زن کاکا را آزار بسه دختر کاکا را آزار بسه اگر بین خود جنگ میکردیم ما را آرام کنه میگفتش دیگه تا حال را که من 42 سال عمر دارم من سلام شان هستم به فامیل هر وقت بیادرم مرا میگفت که والا میگه که چرا پدرم قبول میکنه مرا نمیکنه کل گناه به خودت است میگفت چرا قبول میکنه پدر از برادر میکنه پدرم بود جب مرا پدر مادر برادر کل قبول میکرد یکم برادر بخیلی میکرد مولوی صاحب جب آخر سوال آخرم که لطفا درست صحیح جوابم بده فعلا که 10 سال شده پدر وفات است اینمی از 2 سال شده که مادر کتما بسیار زیاد اگر ما با گفت مادر بکنم که یکی جنگ کنم که یکی رای بدنشان بکنم چندین بار گفت مادر امی رای درست امی رای غلط است اگر در حالت کدام مشکل باشه اگر محفل عروسی باشه اگر کدام خیر و خیرات باشه مادر در حالت میکنه امور برهم میزنه و خراب میکنه در فلاتی بشه در فلاتی نشه اگر تو امیر دادی من ایچ ازی نمیخورم ایچ میکنم و امی ختم و خیرات خداوند قبول کنه این کلش مادر برهم میزنه تقریبی دیگران مادر ناسازه دخترها رو به شوهر نمیده مادر چرا اینطوری میگه ما دختران بر بسر خود چیزی امیر به تمام والده صاحبای محترم ما عرض میکنم که اولاد خود امی دفع نزنند از ما یک پیام است اگر ما اشتباه میگم مولوی صاحب در میگه ما شما باز تبلیغ بکنیم که این دفع ما درست است یا غلط و دیگه بچه جوان داره مادر ملک جای کل جایداد میخوره بر بچه نمیته با دخترها خود بیخی نمیته بچه فرار از وطن به ترکیه و به ایران هر طرفی تو پاشان است ام یک برادر سلام از که او هیچ چیز خدای نداره مادر نه به زمین به او میته نه دوکان به او میته نه چرا مال و میراث دیگه که به خانه چیزدار شکردار نادار نیست مادر اینمی را نمیته اینمی فعلا هم زمینا را که بیادرم دور داده نمیته میگه هر طرف اگر منصفی بیانده چه قبول نمیکنه اگر مولای صاحبه مسجد هم بیانده چه قبول نمیکنه اگر قوم یک تو موما داره خواهرایش میگه که برید خوار کنه نصیحت کنه بالاخره قصه کتا مولای صاحب که اینمی مادر ما کدمی بیادر سلانه بگاهش نه او رو که بسیار بطر شو مادر داو میزنه آخر که نشد جنگ میکنه دیگه میکنه که باز مو هم بیچاره قصار میکنه گریان میکنه خدا میگه چرا هم مادر از گناهکار ما کردی ما هم وقتی نمیتونه یک ختم خیرات باشه دیگه باز اینه میره که ما جنگ میکنه باز میگه میزنه ایستو امی کار درسته بسیار نمیشه کار غلطه بسیار میشه که نیره میشه کنیم بسیار اینه جنجال خانه موجود است و باز مادر ما مجبور میشم که داو میزنم دیگه مادر از که ما ناراض باید چند وقت دیگه پس چی میشه که ما آشتی میشه به اصطلاح و پس باید میگی که مادر تو امی کار چرا میکنی کار غلطه میگه من نستم که شما میکنم که شما نمیتو باشیم دیگه خوب بس دیگر خونیم ما خوش از فیلن ما خودم تقلیب اعصاب و نفس تنگی پیدا کنیم هیچ مشکل نیست بغیر مشکل مادر که ما در زندگیم دارم و فعلا هم که ما خفت داریم زمین ها که از برادرم دار داره دیگه اینمی ما گناهکار هستیم بسر مادر یا نیستیم خدا حافظ. بله مادرها باید بسیار متوجه باشند که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. شما با حال مخلوق خدا رحم کنین. پدر تو به حال پسرت رحم کن، مادر تو به حال دخترت رحم کن، خوشو تو به حال سنو عروست رحم کن، استاد تو به حال شاگرد رحم کن، رهبر تو به حال مامورت رحم کن. یرحمکم من فی السماء. خدایی که در آسمان است بالاتان رحم میکنه. و این مادرهایی که تو بیرحم هستن، عاطفه ندارن، باعث آزار اذیت دیگران میشوند، جرم بسیار بزرگی را مرتکب شدن. پیامبر خدا فرمودن ملعون من ضار مؤمنا. خدای متعال او انسان را لعنت کرده که باعث آزار اذیت دیگران میشه. پسر خدا اذیت میکنه یا پدر خدا، همسایه خدا، برادر خدا، بچه خدا، هر کی را که اذیت میکنه
اذیت مسلمان باعث دوری انسان از رحمت خدا میشه. ولی این مادر حق شما را تلف میکنه. شریعت براتان حق داده، او در حق خود مالک است، در حق شما مالک نیست. حق شما را اگر شما حقتان مطالبه میکنین شریعت براتان اجازه داده. ولی در مسائل گناه هیچ اطاعتش نکن. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت در گناه نه از پدر نه از مادر، از هیچ کس، فقط اطاعت از الله. ولی باز هم مادر است. اگر بت پرست هم باشه، یهودی هم باشه، هندو هم باشه، مادر است. و صاحبهما فی الدنیا معروفا. با هر حالی که هست شما احترامش داشته باشین، قدرش را کنین، به احترامش نکنین. و اگر شما حقوق خدا مطالبه میکنین شما عند الله گناهگار نیستین. و اگر شما به خواسته های نامشروع مادر جواب منفی میدین، رد میکنین، خواسته هایش چیز نمیکنین، پیش خدا گناهگار نیستین بلکه شما مأجور هستین. الله ثواب براتون میده. امید است که خواهرمون جواب خدا گرفته باشه. شنوندگان محترم، فرزندایتان را با حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آشنا بسازین. یکی از جوانا پیش ما حدیث میخوان، گفت مولانا از روزی که حدیث میخوانم زندگیم تغییر کرده. گفت بعد خصوصا این حدیث که تقبلوا لی ستا اتقبلکم بالجنه، پیامبر خدا فرموده که شما 6 چیز برای ما ضمانت کنین، ما جنت برای شما ضمانت میکنم. این جوان گفت اینمی حدیث زندگی ما تغییر داد. وقتی که من میخوام چشم چرانی کنم این قسمتی حدیث یادم میاد که وغضوا ابصارکم، پیامبر فرموده که چشمت را پس نگاه کن. وقتی میخوام به خاطر ارضای غریزه شهوانی دست به کار شوم قسمتی حدیث میگه واحفظوا فروجکم، شرمگاهتون حفاظت کنین. بعد گفتم این حدیث ها را چی وقت تکرار میکنی؟ گفت بعد از نماز تهجد. سبحان الله، در این عصر عمر چند است؟ 19 ساله. یک جوان 19 ساله که مردان 70 ساله در وقت تهجد خواب هستند، اما این جوان 19 ساله بلند میشه و حدیث پیغمبرش را تکرار میکنه. حدیث بیدارش کرده. برادری عزیز، پدری بزرگوار، مادر محترمه، هر روز پسرت اشکت را میریزانه، هر روز دخترت اشکت را میریزانه و قلبت را مجروح میکنه. علتش چی است؟ علتش است که تو را نشناخته، از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبر نیست. اگر خبر می بود که رضا ربی فی رضا الوالد، رضای الله در رضای پدر و مادر است، هیچگاه تو را ناراض نمی کرد و اشک تو را نمی ریزاند و تو را توهین نمی کرد و در برابر تو عکس العمل منفی نشان نمی داد. فوزیه از بلخ، بفرمایید خواهر گل. بله میشنم، بفرمایید. و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید خواهر گل. الحمدلله. میشنم، بفرمایید. مالش تو باشیم کم جنگ دعوا بین ما و شوهرم شده بود. بازم فامیل من و فامیل مادرم در یک سالن زندگی میکنیم در یک جای. بازم شوهرم مرا موانع کرد گفت که ایجاد کرد تو نباید خانه مادرت بری. من تصادفا 2 دفعه 3 دفعه اشتباه گفترگاپوری که طلاق هستی، من تصادفا 2 دفعه یا 3 دفعه مرض شد. آیا ما طلاق شده نشده؟ شهوان رفتم تا خط بانه اشتباه در یک سالون هستیم در وطن ما در بیشی پالی در پالیس هست. طفلدارم هستم، طفل ما بوده رفته بود، طفل موانع نشده، خود ما موانع شده، تصادفا رفته بودم. شما وقتی که رفتین فراموش کرده بودین که آیا شوهر شما را از رفتن به خانه مادرتان منع کرده بود و گفته بود که اگر رفتین شما طلاق هستی؟ یادت بود یا اینکه فراموش کرده بودی؟ بله؟ خواهر گل، اگر شما فراموش کرده باشین در فراموشی خدای متعال گرفت نمیکنه. ان الله تجاوز لامتی الخطا و النسیان در یک روایت آمده. اگر شما قصدن رفته باشین باز طلاق هستین. یکی از اشتباهات ما و بگم یکی از صفات بدی ما مردم ای است که وقتی که با زن خود درگیر شیم فوراً اگر به خانه پدر رفتی طلاقی، به خانه برادر رفتی طلاقی، به خانه کاکای رفتی طلاقی. از خدا بترس برادر، از خدا بترس.
چرا این کار میکنی؟ که بسیار بسیار عصبانی شده. یک سلی برش بزن کار خلاص شد. چرا این کار میکنی؟ چرا زندگی یک زن را تباه میکنی؟ چرا به خانه مادرش نروه؟ چرا به خانه پدر نروه؟ چرا به خانه کاکا نروه؟ میفهمی که قطع صله رحمی چقدر گناه هست؟ یک اشتباه هست. برادرای بزرگواری کار نباید کنین. اجازه بدین همسرایتان به خانه پدرشان برون، به خانه مادر برون، به خانه کاکا برون، به خانه عزیزی که رشته دارش هست برون. نه؟ امید است که خواهرمان جواب خود گرفته باشن. دیگر از روش تربیه فرزندا این است که با فرزندایتان با نرمش برخورد کنین، با عاطفت. همیش از کتک کار نگیرین، همیش با دشنام، همیش با مشت لگد. شما میخواین که با کلید اشتباه قلف باز کنین، غلط است. کوشش کنین. ان الله رفیق یحب الرفق. با نرمش پیش برین، با عاطفت، با مهربانی، با کلماتی که پسری تو دختری تو احساس عشق و محبتی تو را نسبت به خود کنه. شخصیت کشی نکنین. و یاتی علی الرفق ما لا یاتی علی ما سوا. پیامبر خدا میفرماید که انسان با نرمش موفق میشه، نه با خشونت، نه با درشتی. یک داستان خاطره دارم. دو تا بچگکم بسیار شوخی میکردن. یکیش به نام عبدالله و مصعب خرد بودن، حالا الحمدلله کلان شدن، مدرسه میخوانن. بازی دو تا ما وقتی دیدم که بسیار شوخی میکنم با مطالعه، من از اتاق اخراجشان کردم. چند دقیقه پس برآمدم که امی عبدالله با همراه مصعب آمدن. در دست خردش یک بطه سبز است و دست ای بچه کلان غلک است. وقتی که من از اتاق سری خود بیرون کردم، غلک طرف من کش کرد. گفت تو مرا از اتاق میکشی؟ خب حالا من فکر کردم که اگر صدایش کنم، سیاستش بودم یا چشم خود سر استفاده کنم، شاید دمی فرقم بزنه. فورا گفتم بچه جان مقبول بچه، چقدر بچه زیبا است. با من که بچه جان مقبول گفتم، فکر میکنی که بالای آتش آب ریختی. جام ماند و بعد صدا زد که پدر جان گل تاولدیم، گل پاکستانی بله تاولدیم. با برادرکش اشاره کرد و تای سبز دستش بود. گفت پدر جان گل تاولدیم، گل پاکستانی بله تاولدیم. بله پدری بزرگوار، مادر محترمه، با عاطفت با فرزند برخورد کن که گلت بیاره، گل به تو بیاره. اگر با خشونت برخورد کردی، باد بجانت غولک کش میکنه. ان الله رفیق یحب الرفق. مهربان باشین. یکی از خواهرای ما در انگلستان کار میکنه، الحمدلله دخترای مسلمان بسیار فعال هستن اونجا. با فامیلایی که دچار مواد مخدر هستن با اونها هم کار است. یک زن میاد پیش این خواهر به نام لینا. خواهرمون به نام لینا هست، خواهر مسلمان دعوتگر. بعد میگه که من بچه‌م تقریبا 15 سال میشه که دچار مواد مخدر است. من میخوام که از خانه و کاشانه اخراج کنم، چون اگر در خانه باشه دیگر برادرش خراب میکنه، تباه میکنه. این برادر خواهر ما که از افکار و اندیشه های پیامبرش آگاهی داره، اجازه نمیده به این مادر. میگه مادر تو از خود عاطفت نشان بده، مهر نشان بده، محبت نشان بده. این مادر میگه نه، دلم خسته شده، اصلا نمیخوام که چهرهش را ببینم. چگونه با او اظهار عاطفت کنم، با او اظهار محبت کنم؟ باز خواهر میگه خیر برو از خود عاطفت و مهربانی نشان بده. بعد یک هفته پس این مادر دوباره میآید، این مادر انگلیسی از این خواهر تشکر میکنه. میگه وقتی که من از اینجا رفتم، سر چارپایی نشستم و در کنارم پسری معتادم را شاندم، بسیار با مهر و محبت به چهرهش نظر میکردم، با عاطفت. و احساس کرد که مادر از خود عاطفت نشان میده. گفت مادر چرا اینقدر با عاطفت مرا میبینی؟ گفتم تو را دوست دارم چون تو پسرم هستی. من تو را دوست دارم چون تو پسرم هستی. به محضی که گفتم تو را دوست دارم تو پسرم هستی، اشک‌هایش سرازیر شد، مرا در آغوش گرفت. گفت مادر جان از این به بعد دیگر من به مواد مخدر رو نمیارم. بله برادری عزیز، حدیث پیامبر اروپایی را میسازه، اما تو همیشه از مشت کار میگیری، از لگد کار میگیری، از دشنام کار میگیری.
این کار نکنین. ارحم و مهربان باشین. با فرزندانتان درست برخورد کنین. فرزندانتان را از سیرت صحابه، از زندگی نامه صحابه، از شهکاری های قهرمانان تاریخ برشان حکایت کنین. داستان طولانی است. یکی از دعوتگرای مسیحی مسلمان میشه. چرا مسلمان میشه؟ به برکت دعوت یک پسر مسلمان. هر شب برادرای عزیز برای فرزندانتان یک آیه مبارکه، یک حدیث پاکه، یک داستان صحابی را، یک داستان ابرمردای تاریخ برشان حکایت کنین. باز در خانه دیگر تو در فامیل مشکلی را نمیبینی. خانه کاملا نورانی میشه. یکی از دوستا رو میشناسم، خیلی زندگی خوبی داره. فرزندایش بسیار فرزندان با دیانت، دخترایش 2 تا دخترش عالمه هست. 10 روز چند سال پیش ذوالحجه 10 ذوالحجه که ثوابش بسیار زیاد است، بسیار هوا گرم بود. فرزند جوانش 10 روز روزه گرفت. کاری که ارتام مردای قوی نمیتونستن. وقتی تحقیق کردم از این پدر پرسان کردم که چرا این پسرای تو و دخترای تو قدر با دیانت است؟ گفت من هر شب برای اولادایم درس دارم. هر شب یک درس تر میسازه. برادر عزیز، هر شب برای اولادایت برنامه غربی ها و فوتبال ها و فوتبالیستا را برشان معرفی میکنی، هنرمندای بیهنر رو. و برای هر کدامش سیب یک بلایی که دادی، یک تلویزیون جیبی همه مصروف است. خیر، این چیزا عامل بدبختیشان میشه، عاملی به زمین خوردنشان میشه، روحشان ضعیف میشه، قلبشان ضعیف میشه، جسمشان نحیف میشه، اراده هایشان ضعف میشه، شخصیتشان در شخصیت یک دختری مسیحی ضعف میشه یا در شخصیت یک پسر مسیحی ضعف میشه. شخصیتی نداره که از پیغمبرش الگو بگیره. هر شب برادر عزیز برای فرزندانتان حدیث بیان کن. اگر در این باب شما مواد ندارین، ما براتان مواد تیار کردیم. کتابی است به نام پندهای شیرین. کتابی داریم برای اصلاح زنا، برای اصلاح زنا برین از کتابخانه بخرین. کتابی داریم برای اصلاح جوانا، دختری باید کتاب اصلاح زنا را مطالعه کنه، پسری تو باید کتاب اصلاح جوانا را مطالعه کنه. تو پدری بزرگوار، تو مادری بزرگوار، کتاب پندهای شیرین مطالعه کن. بعد از 1 ماه اوضاع و احوال خانه را مطالعه کن، ملاحظه کن که ببین چقدر خوشبخت میشی، چقدر آرامش، چقدر نور به زندگی را پیدا کرده. لذا در تربیه فرزندانتان از خود کاهلی و تنبلی نشان ندین. فرزند خوبی تربیه کنین، فرزند صالح تربیه کنین. رسول گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. دیگر از جمله روشایی که فرزند تو را از گرفتاری بدام شیطان و از فرو رفتن در لذایذ زودگذری دنیا و از تن دادن به خواسته های نامشروع نفس حفظ میکند نماز است. پیامبر بزرگوار فرموده مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. وقتی فرزندانتان به عمر 7 سالگی میرسه، شما آنها را به نماز حکم کن. از 7 سالگی، از 7 سالگی وقتی که از 7 سالگی به نماز روی آورد تا 70 سال که نماز میخونه، در نامه اعمال تو پدر و در نامه اعمال تو مادر نوشته میشه. وقتی که تو فرزند را به نماز دعوت میتی، تو یک دعوتگر هستی. و هر انسانی که دعوت میگه و استحی ان اعذبه بنار، در یک روایت آمده الله متعال میفرمایه که مرا شرم میاد که این بنده را در آتش بسوزم. پدری که دعوت میده پسر خدا به نماز، مادری که دعوت میده دختر خدا به نماز و حجاب، این پدر این مادر را خداوند در آتش نمیسوزه. به نماز در یک شب یک روز 5 بار. این واکسین است، واکسین به خاطر حفاظت جسمش و به خاطر نجات از فلج چند بار واکسین کردی، اما به خاطر حفاظت ایمانش و به خاطر رسیدن به سعادت زندگی بعد از مرگ در یک شب یک روز باید که 5 بار واکسین شود، 5 بار در حضور پروردگارش ایستاد شود. یقین داشته باش آن دختر و پسری که راه نماز در پیش گرفت، راه دزدی را در پیش نمیگیره، راه فساد اخلاقی را در پیش نمیگیره، راه نافرمانی پدر و مادر را در پیش نمیگیره،
نهایتا راه زندان در پیش نمیگیره. مروا اولادکم بالصلاة، پیامبر برات وظیفه داده، ولی امروز مادر میگه بگذار که پسرم خوابش کامل شد. اما وقتی که دکان فرا رسید، برای دکان خیر از خواب بیدارش کن، برای مکتب از خواب بیدارش کن، برای کورس از خواب بیدارش کن، برای خدمت مواشی از خواب بیدارش کن، اما به خاطر نماز خیر بگذار که خوابش کامل شد. برادرای عزیز، پدرای بزرگوار، به فرزندانتان درس دینی، به فرزندانتان درس معنویت و روحانیت بتین که یکی از درس‌های معنوی تشویق به سوی نماز است. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. امروز جوانایی که نمازگزار هستن اونا نافرمان پدر مادر نیستن. دخترایی که نمازگزار هستن آنها نافرمان پدر مادر نیستن، نافرمان خدا نیستن. باز فرموده که وضربوهم علیها و هم ابناء 10 سنین. وقتی که پسر و دختری تو 10 ساله میشه نماز نخوان، کتک به جانش بگیر، کتک کتی بزنش. چرا نماز نمیخوانی؟ چون در خانه تو اگر بی نماز بود، در خانه که یک بی نماز باشه 140 خانه بی برکت میشه. 140 خانه خیر از 140 خانه میبره. چرا امروز خیر برکت نیست؟ همه کار میکنه، در یک فامیل 1 نفرم کار میکنه، 10 نفرم کار میکنه، برس و برکت نیست. پریشانی، قرض داری، استروس، امراض به اشکال مختلف. وجود و نحوست این بینماز باعث بدبختی فامیل میشه، باعث بدبختی همسایه میشه، باعث بدبختی ماحول میشه. مروا اولادکم بالصلاة. و فرزندانتان را ارتباطشان را با خدا قوی بساز. احفظ الله یحفظک. دین خدا را حفاظت کن. پیامبر خدا به نوجوانی، به یک کودک 11 ساله حضرت عبدالله ابن عباس توصیه میکنه احفظ الله یحفظک. دین خدا را حفاظت کن، الله تو را حفاظت میکنه. تو هم به پسر و دخترت درس بدی خواهر گل، برادری محترم، که بود دین خدا را حفاظت کن. خدا از فقر حفاظتت میکنه، از ذلت حفاظتت میکنه، از ناکامی حفاظتت میکنه. در تمام میادین تو پیروز میشی. همه مشکلات را الله حل میکنه. یحفظک. و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که چیزی میخوای از الله بخواه، وقتی کمک میخوای از الله کمک بخواه. این حدیث با اولادتان درس بتین. وهبه زهلی میفرماید که هر مسلمانی که کودک خود معنا و مفهوم این حدیث درس بده و کودک معنا و مفهوم این حدیث را درک کنه، این دارای شخصیت قوی میشه که در برابر همه مشکلات مبارزه میکنه، هیچگاه شکست نمیخوره. اگر میخواین که این موضوعات به اولادتان درس بدین، کتاب پنده های شیرینه. ما یک بخشی از او راجع به شیوه تربیت فرزندان است که برنامه ما همینجا تمام شد. تا برنامه آینده شما را به الله کریم می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.